مهمترین نعمتی که انسان داره اول صحت و سلامتی و تندرستی و عافیته. علما میگن اگر سلامتی نداشته باشید هیچ تلاشی متصور نیست. اساس هر تلاش و هر حرکت و هر موفقیت اول سلامتی است، عافیته. آیا به خاطر نعمت سلامتی و عافیت که خداوند به طور رایگان در اختیار ما و شما گذاشته تشکر میکنیم؟ یه روز سری به اونهایی که قطع و نخاع شدن، در اوج جوانی، در اوج پولداری قطع و نخاع شدن توی تصادف، سری بیمارستان ها بزنیم. من قبل از اینکه بیام اینجا خواهر بزرگوارمون خانم برجلی رو 10 دقیقه ملاقات کردم، ازم وقت گرفته بود. خانم برجلی رو میشناسید؟ بیماران خاص، میگفت 350 تا بیمار خاص دارم. انجمن بیماران خاص راه اندازی کرده. این زن شیرزنه،